عثمان جان این شب و روز شاید بیش از هر کودک دیگر انتظاری بابای برفی و معجزه سالینوی است. تنها یک آرزو دارد، روز پزشکان با او بگویند که صحت شده است و میتواند هر کاری را دلش خواست انجام دهد. ولی حالا عثمان جان باید برای سلامتی و حق زندگی خوشبخت مبارزه برد. از 8 سال زندگی 6 سالی عثمان جان در بیمارستان و زیر نظر پزشکان گذشته است و گرفتار بیماری سرطان است. آماس درجه 3 عثمان جان را در مرکز سرطان شناسی کودکان در شهر دوشنبه طبابت میکنند. مادرش امیده 28 سال دارد و بعدی بر اثر سرطان از دست دادن فرزند نخستینش تمام تلاش را به خرج می‌دهد که عثمان جان صحت شود. مادر و پسر در برابر 34 طفل مریض دیگر و والدانشان در مرکز سرطان شناسی بستری هستند. سنی آنها از 4 روزه تا 16 ساله است. عثمان جان هم 2 ساله بود که طبیبان بیماری را در تن او آشکار کردند. در این مدت همه دارو و درمان و سوزندارو را خوب می‌شناسد. ولی میگوید از همه سختش خیمیاتراپی است. عثمان جان میگوید وقتی کلان شد حتما پزشک می شود تا کودکانی مثل خود را معالجه و دردشان را کم کنند. مادر عثمان جان میگوید در زندگی خود همین چیز را درک کرده است که والدان باید سری وقت از وضع صحتی فرزندان خود آگاه شوند و از تشخیص طبی گذرند. زمرد مدامینووا یک مسئول مرکزی سرطان شناسی کودکان روز 7 دکبر گفت در تجربه کاری خود والدان زیادی را دیده است که تا لحظه آخرین برای نجات جان جگربندانشان مبارزه میبرند. به قول زمرد مدامینووا از 34 کودک بیماری سرطان تنها 5 نفرشان به بیماری سرطانی سبک گرفتارند. بقیه در درجه سنگین بیماری قرار دارند و از دوره‌های خیمیاتراپی می‌گذرند. طبق اطلاع مسئولان مرکز سرطان شناسی کودکان در 11 ماه امسال بیش از 1100 مورد مراجعت برای معالجه ثبت شده است. از اینها در جسم 800 کودک نوع بدصفت آماس تشخیص شده است. سال هر یکی از آنها باید 6 دفعه از دوره خیمیاتراپی گذرند تا که بیماری سرطان رشد نیابد. والدان عثمان جان تا دوره خیمیاتراپی از حساب خود معالجه پسر را به راه ماندند و حالا از کمک بنیاد خیریه استفاده می کنند. احتمال عثمان جان سال نو را در بیمارستان تجلیل کند. باور دارد که حتما معجزه می شود و او از این درگاه دودوان بیرون می رود. دوباره تحصیل را در مکتب ادامه می دهد.